قبل از اینکه دارو درمانی کنیم اول باید یه سری عادات رو حفظ بکنیم. عادات چیه؟ یعنی رعایت اصول بهداشت خواب. یعنی خوابت رو تنظیم کنی، محیط رو تاریک کنی، محیط رو بی صدا بکنی، میتونی از چشم‌بند استفاده کنی، صبح زود باشی، شبا قهوه نخوری، ظهرا قهوه نخوری. همون چیزایی که دارم بهت میگم که خوابت رو بتونی درست تنظیم کنی. یعنی خوابت یک برنامه روتین و شکل گرفته‌ای داشته باشه. حتی توصیه شده که الکل، سیگار و حالا کافئین که گفتم، الکل و سیگار و قلیون رو 3-4 ساعت قبل از خواب اصلا مصرف نباید بکنی که خواب تنظیم، چون اینا خودشون باعث ایجاد بدخوابی و بیخوابی میشه. و همچنین ماساژ و کشش پاها قبل خواب به کاهش علائمت کمک میکنه. حمام گرم، یعنی مثلا پاتو توی تشت گرم بذاری، میتونه کاهش علائم بده. ورزش ملایم میتونه به کاهش علامت ها کمک بکنه.